سلام دوستان، چند وقتی بود فارسی حرف نزده بودم، گفتم بیام سر یه موضوعی هستش که اخیراً توی فضای اینترنت دارن ایرانی های عزیز به فارسی، حالا ایرانی وقتی میگم اصلا ربطی نداره تو کرد باشی، عرب باشی، نمیدونم فارس باشی، گیلک باشی، ترکمن باشی، هر کی باشی، حتی بلوچ باشی، نمیدونم فلان باشی، دیدت دید ایرانی باشه. یعنی دید ایرانی چجوریه برای من؟ دید ایرانی این میگه همه جای ایران مال منه، تاریخ منم، هر چیزی که توی این دنیا وجود داره به منه، من سرمنشه همه چیز هستم و فلان و این داستانا و یه حرفایی میزنن فاشیستی و فلان. این دید ایرانیه. ملتی رو قبول ندارن، میگن همه قومن، ما یک ملتیم و از این صحبت ها. مثلا میگن قوم کرد، مثلا به 70 میلیون نفر میگن قوم کرد، به بلوچ ها میگن قوم، به عرب ها میگن قوم، به همه میگن قوم. یعنی میگن قوم اینا. نمیدونم، ما یه پرچم داریم، ما یه ملت داریم، ما یه دین داریم، ما یه خدا داریم، همه‌شو میگن ما یکیم و یک برای همه تعریف میکنن. این از تعریف ایرانی ها، مثلا واضح براتون بشه. اومدن حمله میکنن به کردا، آی فلان میکنیم، آی ویسار میکنیم، آی چنین میکنیم و چنان میکنیم و آی تجزیه طلب، آی فلان. عزیزم یه چیز آب پاکی رو بریزم روی دستت، کردا تجزیه طلبن، فرقی هم نمیکنه از چه قومی از ملت کرد باشه. هر کسی که یه وصلت ملیتی با کردها داره تجزیه طلبه. خیلی راحت به این میتونه، این وصلیت ملیتیش میتونه لک باشه، میتونه سوران باشه، میتونه جاف باشه، کلهر باشه، حتی بختیاری های عزیز، حتی لرهای عزیز که ما یکی هستیم، اینا هم تجزیه طلبن. الان عزیزان لر، عزیزان بختیاری، عزیزان نریزین، حالا بهتون میگم چرا تجزیه. ببینید دوستان، ما تجزیه طلبیم، یعنی اصلا دوست داریم ایران رو چیز کنیم، چنین و چنانش کنیم، همون چیزایی که شما فکر میکنیم. و چرا این کار رو میخوایم بکنیم؟ خب ظلم بهمون شده، آدمای زیادی از ما کشته شده، از اون پایین بگیر سردار اسد و شیر علی مردان و نمیدونم اونا رو بگیر، از اون بزرگای ما تا بره اون بالا قاضی محمد و سمکو شکاک و نمیدونم فلان. نمیدونم چرا این قطع میشه، من باید بزنم دوباره بگیرم استوری. بله دوستان، خب ما تجزیه طلب هستیم، بهمون ظلم شده، ما میگیم آقا این خاک ماست. به ما میگین کرد نشین، لر نشین، نمیدونم لک نشین، نمیدونم کلهر نشین، سوران نشین، کرمانج نشین. اصلا مگه ما کرایه نشینیم؟ این خاک ما بوده، این بوده، هست، خواهد بود، ما تو این خاک بودیم. پس ما اجاره نشین نیستیم که شما به ما بگین کرد نشین و لر نشین و فلان نشین و بیسار نشین. این خاک ماست، این خاک کردستانه، خاک لرستانه و خاک مال ماست. پس ما نشین نیستیم. میتونیم زمانی بگیم مثلا کرد نشین یه روستایی توی دماوند تهران، اونم ممکنه تو تاریخی مال ما باشه، نمیدونم، اونجا مثلا تو دماوند چون از سرزمین مادریش دوره میتونیم بهش بگیم کرد نشین. جایی که کردستان، جایی که لرستانه، اصلا نمیتونی بگی لر نشین و کرد نشین، این اصلا مسخره است. پس میگم این کلیتش ما کلا تجزیه طلبیم به خاطر این ظلم هایی که به ما شده، چه در تاریخ پهلوی چه در جمهوری اسلامی، پیشترش هم حتی به ما ظلم شده. خاکمون رو تقسیم کردن، صفوی ها و عثمانی ها اومدن خاک ما رو تقسیم کردن، بعد اومدن فرانسوی ها و انگلیسی ها با قراردادی به اسم سایس-پیکو اومدن اونورم دوباره تقسیم بندی کردن. اصلا از ما هیچ سوالی نپرسیدن، یعنی آقا شماهایی که تو این خاک دارین زندگی میکنین، از شما اجازه میخوایم خاکتون رو تقسیم بندی کنیم، میخوایم تجزیه‌تون کنیم.
نپرسیدن، ما رو تجزیه کردن و فلان این دست. حالا رسیدیم به اینجایی که دوتا حکومت از ما این دوتا حکومت هم هی از ما کشتن. ما گفتیم آقا حقمون رو میخوایم، ما خودمون رو مدیریت کنیم، آب و خاک مال ماست، این خاک فقط مال ماست، آقا این مال ماست، توش زندگی کردیم، تاریخمون اینه فلانه. نه، بعد اومدن تاریخ ما رو دستخوش تغییر دادن. یعنی مثلا گفتن آقا شما آریایی هستین، شما فلان هستین، شما بیسار هستین، و یه سری مردم هم باور کردن من آریایی هم، پس ما یکی هستیم، من نمیدونم کوروش کبیر نمیدونم فلان منه، من باور میکنم، من فلان میکنم. خب در صورتی که ما اصلا نه نژادن نه تاریخن نه چیزن، اصلا با مثلا مردم اصفهان هیچ ربطی نداریم، با مردم یزد هیچ ربطی نداریم، خیلی احترام داریم ما نسبت بهشون، ولی هیچ ربطی به هم نداریم، نه از تاریخی نه زبانی نه قومی نه نژادی نه هیچی. این یعنی تکرار تاریخ هم بوده. یعنی وقتی که ما بودیم در این زاگرس و پارسیان هم این پارسا یا اینا اومدن به ما حمله کردن، کشتن ما رو فلان کردن، این آریایی ها اومدن خاک ما رو مثلا اومدن بهش حمله کردن گرفتن و فلان. این هی داره تکرار تاریخ میشه و تاریخ رو برای ما میخوان بنویسن، ولی خب افرادی هستن که میفهمن، میدونن این تاریخ رو، میفهمن و میشناسنش، میگن خب هی داره تاریخ تکرار میشه. و این افرادی که میدونن میان صحبت میکنن، میگن آقا اینجوری نیست، ما حقیقت خودمون رو میخوایم، هویت خودمون رو میخوایم، این خاک مال ماست، چی از جون ما میخواین؟ چرا ما رو میکشین؟ چرا به ما حمله میکنین؟ چرا فلان میکنین؟ چرا نمیذارین ما زندگی بکنیم مثل انسان، مثل یک بشر؟ میگه نه نمیذاریم، چون الان زور دست ماست، نمیذاریم شما زندگی بکنین، جنگلاتون آتیش میزنیم، خاکتون رو میبریم، معادنتون مال ماست، نفتتون مال ماست. الان فکر کن کرمانشاه دومین چاه نفت ایران مال کرمانشاه بوده، 101 ساله که دارن این چاه رو میدزدن، هنوز 700,000 بشکه دیگه نفت داره و اینم داره هی دارن میدزدنش. فکر کن کرمانشاه، اصلا فکر میکنی این نفت داشته باشه؟ دومین چاه نفت ایران مال کرمانشاه است. خب هی میدزدن دیگه. آقا میگیم آقا کرمانشاه، ایلام، لرستان، نمیدونم خوزستان، شهر کرد، نمیدونم اینور، همه این مناطق بیکارن، کار ندارن، اینا حق خودشونو میخوان. میگه نه، چون ما زور دستمون، اسلحه دستمونه، میکشیمتون، بگین فلان، شما تجزیه طلب و اینا، به اسم اینا میان میکشیمتون. و کیا میان میکشن؟ همین ایرانیا میان میکشن. کیا میکشن؟ ایرانیا. خب از نمیدونم از فضا که نمیاد، یارو دید ایرانی داره، براتون تعریف کردم ایرانی چیه، میاد میکشه. یارو کرده ولی فکرش فکر ایرانیه، میاد میکشه، میگه اینا تجزیه طلب، بکشیم فلان. اینا ما اصلا مثل چیزا، مثل این اسلامیستای چیز خیلی تندرو هست، میگن اینا کافرن. خب طرف میاد اسلامی میکشه ولی خب میگه کافرن. مثلا من یه نفر رو گرفته بودم اون زمانی که ما درگیری بودم بین داعش و کرد و اینا، حالا تعریفش خیلی مفصله. من طرفو زدم، میگفتم جریان چی بود؟ اومدی مسلمونا رو میکشی، تو خودم مسلمونی. میگم نه اینا کافرن، اینا چون نمیدونم چیکار نمیکنن، اینا چیکار نمیکنن، من اومدم اینا رو بکشم. حالا بحثش اونو ول کن. دید همون ایرانی است، یعنی راست خیلی اکستریمیست و فلان. بعد اصولا ما حتی این کشور هم به یک سرانجامی برسه، به یک آزادی برسه، بازم مشکل داریم. چرا مشکل داریم؟ شما برای شما نمیدونم صیاد شیرازی و نمیدونم چمران و نمیدونم همت و این یکی و اون یکی، اونایی که بهشون میگین شهید، برای شما شهیدن ولی برای ما آدم کشن. چرا آدم کشن؟ اومدن آدم کشتن توی کردستان، اومدن آدم کشتن. حالا میگم کردستان کلیت کردستان رو میگم، نه استان کردستان. استان کردستان تازه تأسیس شده. اومدن مردم رو کشتن.
یا این افتخار میکنین به این پهلوی. آقا این پهلوی اومد آدم کشته، با این دستور مستقیم رضاخان اومدن مردم لک، مردم لر رو سر بریدن. همین کاری که داعش میکنه اینا کردن. خب پس ما نمیتونیم با هم باشیم حتی. یعنی در فردای آزادی هم شما به اونا میگین شهید، ما میگیم قاتل. تفاوت ایدئولوژیک با هم داریم، یعنی کاملا با هم تفاوت داریم. میدونی؟ اینا رو نمیتونن یه نفر بیاد الان توی تلویزیون ایران بگه، خب میگیرن میکشنش. ولی این خدا رو شکر این فضای اینترنت هست، ما میتونیم تبادل اطلاعات به صورت آزاد بکنیم. من بشینم اینجا صحبت بکنم برای هزاران نفر، 20,000 نفر صحبت بکنم و اونا بشنون، خودشون کلاه خودشون رو قاضی بکنن. و همین الان هم، چرا من این صحبت ها رو کردم اومدیم رسیدیم به اینجا، همین الان میان چیکار میکنن؟ میگیم آقا ما اوکی، الان احزاب کرد مثلا میان سخنرانی هایی میکنن، میگن آقا ما خودمون ایرانی میدونیم ولی حقوقمون هم میخوایم. همین که میگن حقوقمون رو میخوایم، یه سری ایرانی میان حمله میکنن، میگن آقا ما میکشیمتون. خب این یعنی حرف نیست، این فقط حرف نیست، این اگر قدرت دست این آدم باشه عملیش هم میکنه. تو حقوق خودت رو خواستی، میگم آقا من حقوقمو میخوام، حداقل بتونم فدرالی اداره بکنم، حداقل بتونم خودمختاری خودم رو اداره بکنم. چه فرقی هم نمیکنه لور باشم، نمیدونم کرد باشم، هر چی باشم، خودم رو اداره بکنم. من بحث جغرافیای این زاگرس رو میکنم که همه ما با هم پیوند نژادی داریم. میگه میکشمت. الان به نظر تو با این توضیحات من اصلا میتونم تجزیه طلب نباشم؟ یعنی احمقانه است من تجزیه طلب نباشم، یعنی احمقانه است برای آزادی خاکم کاری نکنم. یعنی فردا آیندگان به من میگن آقا تو بیشعور بودی، احمق بودی. خب این همه بلا داشتن سرتون می آوردن، تو برای کی می جنگیدی؟ از کی دفاع می کردی؟ خودت رو ابزار چی می دیدی؟ ابزار سرکوب می دیدی؟ خودتو کرده بودی ابزار سرکوب خودت. یعنی بر علیه خانواده خودت داشتی اسلحه می کشیدی، بر علیه خاک خودت داشتی اسلحه می کشیدی. بیشعور. فردا آیندگان به من چی میگن؟ میگه حداقل اگه اسلحه کشیدی بر علیه اونایی بکش که میخواستن خاک تو رو بدزدن، مردم تو میکشتن، فلان میکردن. یه سری ما احمق داریم تو این چیزا، تو این جغرافیای ما. احمق اینایی هستن که میگن ما تنها خواستمون این هستش که زبانمون بتونیم صحبت بکنیم، درس بدیم، فلان اینا، لباسمون، فرهنگمون. نه بابا، اینا اصلا عددی نیستن برای ما. من از قدیم الایام دارم به زبان خودم صحبت میکنم، من چوخهای خودم رو میپوشم، فلان میکنم. من کرد همون جوری، چه با فشار چه بدون فشار من این کار رو دارم انجام میدم. این فرافکنیه. این یعنی منو از هدف میخوان دور بکنن. هدف من اینه که سروری خودم رو داشته باشم. سروری خودم یعنی آقا روی خاک خودم دارم کار میکنم، هر چیزی هم که توی این خاک برای منه صرف من بشه، صرف رشد و پیشرفت من بشه. فردا بچه من بتونه به مدارج بالای علم بتونه برسه با همین پولی که از توی این خاک داره در میاد، از تلاش، از نفتش، از گازش، از فلانش. بابا ایلام بزرگترین میدان گازی و نفتی رو داره که هنوز بهره برداری نشده. خب باید این صرف مردمش بشه. مردم فقیرترین مردم ایران هستن. خب تو اینو میخوای؟ میگن آقا ما میکشیمت، تو باید بکشیمت.
خب چرا نباید تجزیه طلب باشم؟ برادر من، خواهر من، چرا؟ یه دلیل بیار که من نباشم. نه الان میان میگن خب نه، میگن نه در آینده حکومت عوض میشه ما خیلی خوب میشیم. بابا میگم ما تفاوت ایدئولوژی داریم. ایدئولوژی میدونی یعنی چی؟ یعنی تو قاتلهای من رو قبول داری، بهشون میگی شهید و فلان و ایسارشین، بهش افتخار میکنی. اون قاتل منه، قاتل خانواده و خاک و آبا و اجداد منه. با تفاوت ایدئولوژی داریم برادر من. نمیخواد تو منو قانع بکنی، فقط گوش بده، بدون من دارم چی میگم. مثلا من دوست ندارم فارسی حرف بزنم. خیلی مخلصیم، ببخشید سرتون رو درد آوردم. ضمناً این رو بگم خدمتتون، ما همیشه مدافع بودیم، دفاع میکنیم. یعنی تا حالا نبوده که توی تاریخمون نبوده که بریم جایی رو اشغال بکنیم. ما از خاک خودمون دفاع میکنیم و مطمئناً این اتفاق میفته دوباره. تاریخ تکرار میشه. این ایرانی هایی که براتون توضیح دادم میان حمله میکنن به مردم ما برای قتل عام و ما باز هم دفاع میکنیم. اصفهان یه گورستانی داره، اون گورستان مخصوص این ایرانی هایی هستش که اومدن مردم رو قتل عام بکنن با فتوای خمینی که گفتش برین کردستان به زن و بچه و هیچی رحم نکنی، همشون بکشی. ما هم دفاع کردیم. اونجان برین نگاه بکنین، یه گورستانی از توی اصفهان، برین نگاه بکنین، میفهمی من چی میگم.